هم از مجاهدین صاحب هستین. آره خوب هستی؟ بخیر باشی. چی میکنین در کوچه؟ والا آمدیم یک گشتنی کنیم. گشتنی کنین چکر بزنین؟ یا وظیفه است اینجا؟ هست. اینجا مربوط حوزه چند است؟ اول است من. حوزه اول. آره. چطور است اینجا وضعیت منطقه؟ والا وضعیت منطقه خوب است دیگه، اولای دولت است، باید مردم تحمل کنه تا که رو به ترقی و پیشرفت شیم. کلی ما دست به دست هم بدیم، تجارا و دکاندارا و کلگی، هر آدم همه قسوت داره که قد یک نفر همسایه خود کمک کنه. این خو نمیشه که مثلا کلی مشکل به گردن امارت بندازه که کار امارت است. مثلا دمو دولتی که مثلا جورم بود، کل جامعه جهانی هم کمک میکرد، هیچ چیز نبود. مردم نمی غریب زیاد بود، دزدی و هر چیز بود. حالا خب مثلا هم مردم که یک چق میزد میگفت صلح باشه، یک گل نون باشه. ولی خب یک گل نون خو میرسه، امنیت